اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تعجیل در فرج مولا و صاحبمون حجت ابن الحسن ارواحنا فداه. صلواتی رو ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از اینکه آیات پایانی سوره یاسین رو با هم بررسی کنیم، یکی دو نکته در سوالات و نکات دوستان بود خدمت بزرگواران عرض کنم و انشالله وارد آیات بشیم. نکته اول این که این رو شاید سوال درسی نباشه، اما تو این فایل که ضبط میشه عرض میکنم و این بمونه که انشالله دوستانی که آنلاین نیستن بعدن که فایل رو گوش میکنن این رو دقت کنن. نکته ای که هست اینه، این جلسات و این گفتگویی که ما در مورد سوره یاسین داشتیم یه گفتگوی کاملا آزاد و عمومی بود و انشالله این فایل ها روی کانال تلگرام و کانال بله خواهد بود و انشالله روی سایت نصر طوبی هم بارگذاری خواهد شد. دسترسیش هم انشالله بنا داریم بر اینکه محدود نشه و بماند همیشه انشالله باشه، اگر دوستان تمایل داشتن استفاده کنن. در سایت آپارات هم هست، در یوتیوب هم انشالله بارگذاری میشه. یه چند تایی اونجا ناقص هست، انشالله اونجا هم بارگذاری میشه که اگر کسی از داخل ایران، خارج از ایران خواستن دسترسی داشته باشن انشالله بتونن در فضاهای اینترنت و تلگرام و بله و اینها کاملا دسترسی داشته باشن. یکی از سوالاتی که مطرح شده نوشتن که ما جلسه گذشته گفتیم آقا خدای متعال خلاق است. خلاق در آیه 81 بلا و هو الخلاق العلیم که دیروز اشاره کردیم، گفتیم که آقا خلاق یک معناش میتونه این باشه، یعنی خدا لحظه به لحظه، این مبالغه‌ای که در خلق هست یعنی لحظه به لحظه خدای متعال در حال خلق است و ایجاد است. الان رو خلق کرد، بعد خلق میشه، زمان مجدد خلق میشه، لحظه لحظه در حال خلق شدن است. ما در حال خلق شدنیم، زمین و زمان در حال خلق شدنند و اینها همش میشه خلق بعد از خلق. خب یکی از سوالاتی که بزرگواران نوشتن اینه، نوشتن که اگر هر لحظه خلق جدید است برای هر شخصی، مثلا من یا هر کس دیگه، پس در قیامت کدام یک از این خلقها مورد مؤاخذه هستند؟ آیا خلقهای متکثر هست از یک نفر یا چی؟ و اینکه فرمودید اصلا یک خلق جدید است، آن خلق جدید ارتباطش با من چیست؟ ببینید، بخوایم خیلی ساده عرض بکنیم، کوتاه که در حد همین چند دقیقه باشه، الان که من و شما وجود داریم، اصلا دنیا، همین دنیا، آیا شما یک منی در خودتون احساس میکنید یا نه؟ من این کار کردم، من اون کار رو کردم. در بچگی یادش بخیر من خوردم زمین، در بچگی یادش بخیر فلان خاطره خوب داشتم، من تو مدرسه مثلا جایزه گرفتم، من توی فلان قسمت فلان کار خوب رو انجام دادم، یادش بخیر. سوال، الان اون کار خوب و اون کار بد یا اون خاطره خوب، اون خاطره غیر خوبی که ما داریم، این من کدوم منه؟ همین منی که الان توی دنیا داریم ازش صحبت میکنیم. این جسمی که الان لذت میبره وقتی اون خاطره یادش میاد، آیا این جسم همون جسم 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال پیشه؟ آیا این همون جسمیه که در کودکی مثلا 7 ساله بود، 8 ساله بود، اولین بار رفت مدرسه و اون خاطرات خوب اول مدرسه یادشه؟ تمام این چیزهایی که
من و شما داریم مال اون منه. یه مثال دیگه بزنم. ببینید الان من و شماییم و این لباسی که تن من و شماست. اگر یه کار خوبی انجام بدیم، این کار خوب مال این لباسه، مال این پیرهن و بلیزه، یا مال خودمه؟ من رفتم یه ورزشی انجام دادم، برنده شدم، مدال طلا به من دادن. این مدال طلا مال اون لباس ورزشیه یا مال اون شخص ورزشکار؟ به لباس ورزشی که جایزه نمیدن که. اون لباس صرفا ابزاری بود برای اینکه اون ورزشکار بتونه در اون ورزش موفق بشه. لباس خیلی مهمه. تو بعضی از ورزش‌ها لباس خاص لازمه. واقعا فرق میکنه که لباس گرمکن معمولی بپوشه بره ورزش کنه یا لباس مخصوص اون ورزش. مدال طلا مال کیه؟ مدال نقره مال کیه؟ مال اون ورزشکاره یا مال لباسشه؟ بدن من و شما یک لباسه. اگر کسی در حال ورزش مثلا لباسش آسیب ببینه، یه فوتبالیست داره بازی میکنه میخوره زمین و لباسش پاره میشه، اصلا استفاده نمیشه کرد، داور سری میفرستادش میگه آقا برو لباس دیگه که جایگزین داری بپوش برگرد، باید لباست سالم باشه. خب این فوتبالیست عوض شد؟ نه. اگر گلی که تو لباس قبلی زده با گلی که تو لباس جدید زده 2 تا گل باشه، براش جدا جدا حساب میکنن؟ نه. میگن آقا این لباس همون لباسه، مهم ورزشکاره. در قیامت بدن صرفا یک ابزاره، مثل اینکه در دنیا یک ابزاره. اون کسی که میخواد جایزه بگیره و بهشت بره با اون کسی که میخواد جهنم بره و توبیخ بشه، اصلش اون من هست، اون شخص هست، اون روح، اون نفس و اون کسی که خدای متعال او رو به عنوان یک انسان خلق کرده، نفخت فیه من روحی. حالا این بدن قطعا باید همین بدن باشه. خب این بدن یه کاری رو کرده، یه لباسی بوده، بعد یه لباس دیگه، بعد یه لباس دیگه. اون بدنی که در عالم خلقت، در عالم قیامت به من و شما داده خواهد شد، اون بدن شاید غیر از همین بدنی باشد که در کودکی بوده، در میانسالی بوده، در پیری بوده، لحظه مرگ بوده. اصلا بدنهای مختلف بوده. اگر بخوایم اینطوری تصور بکنیم که آقا پس عدالت خدا کجا میره؟ من با این دست گناه کردم، این دست باید عذاب بشه. خب این دستی که من باش گناه کردم، یک دستی رو من در 5 سالگی، در 15 سالگی مثلا سن بلوغ بوده گناه کردم، بعد با او دست سن 20 سالگی هم گناه کردم، با دست سن 30 سالگی هم گناه کردم، با دست سن مثلا 50 سالگی هم گناه کردم. حالا میخواد عذاب بشه. من باید تو قیامت 5 تا 15 تا 20 تا به تعداد گناهانم در زمانهای مختلف که جسمم مختلف بوده خدا مثلا دست خلق کنه؟ این که منطقی نیست، اصلا این اتفاق نمیفته. پس به نظر میرسه، حالا در حد همین مقدار ساده، بیشتر از اینم من بلد نیستم بخوام چیزی بگم، به نظر میرسه که اینها صرفا ابزاره، لباسه. اونی که قرار توبیخ بشه این لباس نیست اصلا. اونی که قرار جایزه بگیره این لباس نیست. اون منی هست که در این لباس قرار گرفته. او توبیخ خواهد شد، او جایزه خواهد گرفت و بهشت خواهد رفت انشاءالله. پس این خلق جدید میتونه اصلا خلق متفاوتی باشه به نظر. خب انشاءالله که جواب گرفته باشید. باز هم اگر ابهام و نکته‌ای هست باز بفرمایید. اگر من بلد بودم بیشتر توضیح میدم، اگر لازم بود گفتگو میکنیم و جستجو میکنیم و به جوابهای بیشتری انشاءالله برسیم. اما آیات پایانی سوره یاسین، ما انشاءالله این جلسه گفتگوی سوره یاسین و آیات به صورت تکی و این مدل که با هم صحبت کردیم توی این 26 جلسه به پایان میرسه. فردا جمع‌بندی کل سوره رو خواهیم داشت. اگر دوستانتون رو میخواید دعوت بکنید، به نظرم فردا آخرین جلسه ما هست و بهترین فرصته. میخوایم یک دور به صورت نموداری و جامع به سوره یاسین نگاه کنیم از اول تا آخر. اونایی که از اول تا الان با ما همراه بودن قطعاً یه فیض و بهره بهتری خواهند برد، از اون جهت که تو تک تک آیات دقت داشتن. حالا وقتی جمع‌بندی میکنیم لذت خیلی خوبی خواهد داشت انشالله به لطف خود قرآن و صاحب قرآن. ولی اگر کسی با ما همراه نبوده، کم بوده، ناقص بوده و حالا جلسه آخر رو بیاد با ما همراه باشه، انشالله او هم بهره خواهد داشت. برای همین برای فردا و جلسه آخر حتما تبلیغ کنید، دوستانتون رو دعوت کنید و انشالله بتونیم یک جمع‌بندی خوب و پرباری داشته باشیم.
آیه 82 انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. خب از آیات قبل یادتونه که ما در مورد کسی صحبت میکردیم و سوره در مورد کسی صحبت میکرد که معاد و خلقت دوباره و مبعوث شدن رو انکار میکرد، که اسم او در تاریخ اومده و یهودی بود که آمد و این اشکال رو کرد، استخوانی در دستش گرفت، جلوی پیامبر پودر کرد و خواست مثلا خیلی دیگه واضح و قاطع ثابت کنه که اگر یه استخوانی پودر بشه این دیگه بر نمیگرده، دوباره خلق نمیشه. چطور میخواد همچین اتفاقی بیفته؟ قرآن چند تا آیه آورد و استدلال در چند مرحله. به این آیه که میرسه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، با حصر شروع میشه. انما قبلا هم اینو توی چند مرحله گفتیم و توضیح دادیم که انما برای حصر میاد. حصر گفتیم یعنی همین ولا غیر، همین است و چیز دیگه ای نیست، این یعنی حصر. خب انما چی رو حصر میکنه؟ گفتیم آخرین عضو و بخش جمله خودش. الان انما امره، امر میشه مبتدا، هو مضاف الیه، اذا ظرف زمان مفعول فیه، اراد شیئا مضاف الیه اذا خواهد بود که خب خودش یه جمله است، فعل و فاعل و مفعول. ان یقوله میشه مصدر معولی که خبر امرو خواهد بود. امره ان یقوله، ان یقوله به تعویل مصدر میره، میشود خبر امرو. یعنی بعد از انما یه جمله اسمیه داریم که اون جمله اسمیه مبتدا و خبر داره و بخش و عضو آخر اون جمله اسمیه قاعدتاً خبر هست. یعنی اون ان یقوله که خب خود این ان یقوله چون یه فعل است و فاعل و بعد جار و مجروری داره که متعلق به اون فعل هست و مقول قول داره و جمله مفعولی که باز مفعول اون یقوله هست، همه اینها با همدیگه به تعویل مصدر میره، میشه عضو آخر جمله‌ای که بعد از انما اومده، جمله‌ای که انما میخواد اون آخرین عضوش رو حذف کنه. ان یقول له کن فیکون. پس اونی که الان داره حذف میشه خبر هست، ان یقول له کن فیکون. امر اینجا به معنای چیست؟ امر گاهی وقتها معنای فرمان و دستور داره، امر نهی. گاهی وقتها به معنای کاره و گاهی وقتها به معنای شأن و جایگاهه. اینجا به معنای شأنه. به نظر میرسه به معنای دستور و فرمان نیست. امر یعنی جایگاه، شأنیت. جایگاه هم که میگیم باز نه معنای مکان، معنای مکان نداره، معنای همون جایگاه، به معنای شأن، ویژگی. نمیدونم، حالا کلمه فارسی دیگه من فکر کردم برای شأن فعلا به ذهنم نرسید. جایگاه هم که میگیم عرض کردم مثلا ممکنه تو فارسی هم اینو استفاده کنیم، یا آقا جایگاه این شخص پیش شما چیه؟ شما اینجوری چقدر قبولش داری؟ یعنی شأنیت ایشون چقدره؟ ها؟ انما امره یعنی شأن خدای متعال این چنینه که اگر قرار باشه اتفاقی بیفته کن فیکون، خدا میگه و میشه. امره اذا اراد شیئا، زمانی که خدا یک چیزی رو اراده کرد. ان یقول له کن فیکون. خب در مورد ان یقول و ساختارش توضیح دادم که به تعویل مصدر میره، له متعلق به اون هست، کن فعل امره، فیکونو. خب در مورد این هم یک توضیح ظاهری و لفظی بگم و بعد یه نکته در مورد محتوای این آیه عرض کنم. ببینید کن فعل امره و
فیکونو میشه در موردش یکی دو نکته گفت. یکی این که جواب همین فعل امر باشه، کن فیکون، یا اینکه فیکونو عطف به امرو باشد، انما امرهو فیکونو، امرش این چنین است، یعنی مبتدا و خبر و اینها، بعد اون فیکونو عطف به اون امرو باشه. یا عطف به ان یقوله باشه که بعضی از قرائت ها فیکونه خوندن و عطف به ان یقوله باشه. از نظر معنا کمی متفاوته، ولی در نتیجه تفاوت چندانی نداره، یعنی معنای آیه به لحاظ ساختار اصلیش تغییری نمیکنه. یکی از سوالاتی گاهی وقتا میپرسن اینه که آیا فیکونه اگر جواب فعل امر باشه، چون ما میدونیم فعل مضارع اگر جواب امر باشه مجزوم خواهد شد. چرا اینجا مجزوم نشده؟ میگیم اگر جواب امر باشه بازم هیچ اشکالی نداره، چون جواب امر در واقع جواب شرط محذوفه. خب شرط محذوف اگر بیاد جواب شرطش اگر فعل مضارع باشه مجزوم میشه. میگیم این قانون برای زمانی است که فعل جواب شرط یا جمله جواب شرط فای نتیجه نداشته باشه. اگر جمله جواب شرط فای نتیجه یا فای جواب شرط داشته باشه فعل مضارعش مجزوم نخواهد شد، بلکه کل جمله بعد مجزوم میشه. خب قاعدتاً هم جمله محلاً مجزومه و فعل دیگه مرفوع میماند. خیلی خوب، کافی باشه. یکم فکر کنم بعضی از کلمات سخت شد، ولی برای کسانی که این سوال تو ذهنشون بود جواب داده شد و تمام. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کافی باشه بحث لفظیش. یکی دو نکته. یک، ببینید این آیه به عنوان جمع‌بندی آیات قبل و شاید کل سوره داره گفته میشه. وقتی که حرف از خلقت میشه آیه میگه انما امره، اصلا شما چی میگی؟ حرف از استخون میزنید، حرف از خلقت میزنید، دوباره انسان خلق بشه. خدای متعال آسمان ها و زمین را آفریده و اون مثال هایی که گفته شد. ممکنه کسی بگه آخ عجب، آسمان زمین چقدر چیزی، خدای متعال اگه همه اینا رو بخواد خلق بکنه چقدر خسته میشه، خیلی کارای سنگینیه، دم خدا گرم، باریکلا چه خدای قوی، پس خدا حتما خیلی زور داره. و ما همش میریم توی تصورات خودمون، دنیایی، مقیاس‌های ذهنی خودمون. البته که خب چاره‌ای نداریم، ما انسانیم و توان این که خارج از این فضای دنیایی و جسمی و جسمانی بخوایم فکر کنیم، تحلیل بکنیم نداریم، توان دیگه ای نداریم. میره خود به خود ذهن به این سمت میره. پس آیه قرآن میخواد ما رو با این کمک کنه، بگه آقا اون چیزهایی که به ذهن میرسه اونا نیست. انما امره، امر خدای متعال، شأن خدای متعال اینطوریه که اذا اراد شیئا، یا در آیات مشابهی که شبیه این مضمون هست که اذا قضا امرن، چند آیه است، مثلا سوره بقره آیه 117 بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. این تعبیر چند جای قرآن آمده است. یا مثلا آیه 35 سوره مریم ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. بعضی از جاها قضا آمده، بعضی جاها اراده آمده. خب اینها میتونه هم معنا باشه، یعنی کنار هم باشه. اون اراده خدا اون قضا الهی است. قضا یعنی حتمی شدن. میدونید دیگه قضا و قدر وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی قدر یعنی اندازه گیری، قدر و ترتیب اجراییش اگر بخوایم بگیم قدر و قضا درسته، نه قضا و قدر. یعنی اول قدر اندازه گیری، تحلیل، بررسی، کم و زیاد کردن، قدر قضا یعنی دیگه پایان دادن، حکم کردن.
قضاوت یعنی حکمی که دیگه نهایی است، تمام میشود. خب باز قدر قضا، به محض اینکه قضا کن فیکون، اذا اراده کن فیکون. خب حالا تو این آیه هم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له، این که میگوید برای اون چیز کن، باش، به وجود بیا، فیکون. خب این کن هم فعل تامه است دیگه، دقت دارم بزرگواران، فعل ناقصه نیست، دنبال خبر براش نگردید. کن، باش، ایجاد شو. کانه به معنای ایجاد شدن، معنای تامه فعل کانه است. خب بهش میگوید. آیا خدای متعال لازمه بگه یعنی سخن ایجاد کنه؟ همونطوری که مثلا خدای متعال با حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یا با پیامبر اکرم بی واسطه صحبت کرده است، صوت خلق کرده، آیا برای خلقت بقیه عالم ان یقول خدا باید صوت خلق کنه؟ یعنی باید حرف زده بشه؟ نه، به نظر میرسه اینطور نیست. یعنی این ان یقولک کنایه از فرمان است. به محض اینکه خدا اراده کند ایجاد شده. اصلا اراده و ایجاد یه چیزه، 2 ثانیه حتی نیست که بگیم آقا 1 ثانیه اراده الهی، ثانیه بعد ایجاد. اراده تموم، همون اصلا تموم شد. اگر بخوام یک تشبیه خیلی دور اصلا قابل تشبیه نیست خدای متعال و خلقت و قدرت خدا، اما من الان فقط میخوام یک تقریب به ذهن باشه. فرض کنید الان من به شما یک کلمه ای رو میگم که توی ذهنتون فیل تصور کنید، یه فیل خاکستری بزرگ. خب تموم شد دیگه. به محض اینکه من کلمه فیل رو گفتم و شما اراده کردید که اون رو تصور کنید، شما به ذهنتون گفتید تا او تصور کرد. یعنی شما رفتید تو ذهنتون من یک فیل تصور کنم، یه فیل بیاد تو ذهنم، حالا میاد تو ذهنم. اینطوری شد یا نه؟ به محض اینکه من گفتم یک فیل تصور کنید و شما این اراده رو کردید در درون خودتون، آیا بین اراده شما و تصور اون فیل توی ذهنتون، این تصویر ذهنی، فاصله افتاد؟ نه دیگه. به محض اینکه شما اراده کردید یادتون میاد، اومد تو ذهنم. خدای متعال هم عرض کردم این تشبیه و مثال و اینها اصلا خیلی فاصله داره، ولی خب برای نزدیک شدن به ذهنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینها برای اینه که ما در عالم ماده و الفاظ و کلمات بفهمیم ساختار خلقت چیه، و الا برای خدا اراده تمام است. ان یقول له کن فیکون، اینها اصلا در عالم خلقت معنایی نداره، در عالم واقعیت قولی نیست. کن فیکون همچین چیزی اصلا وجود نداره. یک اراده و یک قضاء الهی تمام است. اون اراده با خلقت همزمان است. و آیه آخر فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. خب اول آیه داریم، میتونست آیه اینجوری باشه سبحان الذی بیده، اما این فا اصطلاحاً بهش میگن فا فصیحه یا فصیحه، که حالا به صیغه اسم مبالغ، اسم مصغر بخونیم یا معمولی بخونیم دیگه، حالا لا مشاهة فی الاصطلاح به قول آقایون، خیلی ما دعوایی در اصطلاح نداریم، مهم اون مفهومه. فا فصیحه یعنی چی؟ فا بیانگر، فصیح یعنی بیان کننده. چی رو بیان میکنه؟ به ما میفهمونه اینجا یک جمله شرطی بوده که سبحانه یعنی بعد از فا میشه جواب شرطش، با فای جواب شرط فرق میکنه. خب این فای فصیحه اینجا چی میخواد بگه؟ ببینید آیه آخره و سوره قرار تموم بشه. جمع‌بندی این 2 آیه آخر عرض کردم جمع‌بندی کل سوره است. ما از این آیات 2 تا اشکال حداقل به ذهنمون رسید. حداقل اگه به ذهن ما نرسید تو این آیات بود. اون هم این که 1 بحث شرک به خداست و 2
انکار قیامت و مبعوث شدن انسان ها که باز هم برمیگرده به قدرت الهی. یعنی آقا خدا قدرت نداره، این رو خلق کرد، این نابود شده، از بین رفت، چطور میخواد خدا بیافریند؟ خب اینا دو تا موضوع جداست. یعنی این قدرت جدای از اون شرکی است که در بحث ربوبیت و اینها مطرح شد که در آیات قبلی داشتیم. همه اینها وقتی به ذهن میاد، چه شرک باشه چه غیره، میگیم آقا اگر این گونه است، ان کان کذالک، اگر خدا قرار بود اینطوری باشه، فسبحان الذی، نه، پاک و منزه است، خدا پاک و منزه است. سریع تسبیح میکنیم، تنزیه میکنیم، پاک میکنیم اون اشتباهات ذهنیمون رو و سریع اصلاح میکنیم. میگیم آقا خدای متعال پاک و منزه است از اینکه من بخوام در مورد اون همچین اعتقادی داشته باشم، شرک داشته باشم. در دل و قلبم، در ذهنم، در ایمانم میگم پاک و منزه است اون خدایی که من قرار قبولش بکنم از اینکه چیزی در ذهن من بیاد به عنوان شریک، به عنوان غیره. فاء فصیحه میاد میگه آقا اگر این چنین است، سبحانه، پاک و منزه. خب این سبحانه است. الذی، کی؟ یعنی خدای متعال رو چطور توصیف میکنه؟ میتونست آیه بگه سبحان الله، الله، ولی با ذکر یک توصیف تسبیح میکند خدا رو. میفهمد سبحان الذی. خب در مورد سبحان قبلا توضیح دادیم که لفظ سبحان همیشه مفعول مطلق است برای فعل محذوف، دیگه از این رد میشه. الذی بیده ملکوت کل شیء، کسی که به دست اوست ملکوت همه چیز. خب بیدهی می شود جار و مجروری که متعلق به محذوف خبر مقدم، ملکوت و کل شیء می شود مبتدا. ملکوت مبتدا، کل مضاف الیه، شیء هم مضاف الیهش، تتابع اضافات دیگه، دو تا مضاف الیه تو دل همه. ملکوت خبر، کل مضاف الیه ملکوت، شیء مضاف الیه کل. آیا این بیدهی که مقدم شده دلیل قاعده‌ای و دلیل لفظی داره؟ یادتونه دیگه گفتیم آقا در ساختار عادی یک جمله معمولا اینطوره که جار و مجرور بعد از، به عنوان خبر، بعد از مبتدا باید بیاد. یعنی اول جمله اسمیه مبتدا داره، بعد خبر داره. در جمله اسمیه اول مسند الیه میاد، بعد مسند میاد. خب الان بیدهی به عنوان خبر مقدم شده، خبر مقدم داریم و مبتدای مؤخر. از نظر ساختار لفظی نه، ما دلیلی نداریم که مجبور باشیم به خاطر اون دلیل لفظی و عبارتی خبر رو مقدم کنیم. پس از نظر معنایی میتونیم ازش نکته‌ای رو کشف کنیم. اون هم شاید تأکید باشه، شاید توجه بیشتر باشه. به نظر میرسه که حصر از نظر ساختار مقدم شدن، نمیدونم واقعا، من هنوز این قاعده رو به این محکمی نمیتونم بپذیرم که آقا تقدیم و ما حقه تأخیر یفید الحصر. خب از نظر معنایی تو این آیه با حصر میتونیم کنار بیایم، اشکال نداره. یعنی چون مال خداست، بحث ملکوت است، بحث قدرت الهی است. خب ید کنایه از قدرت دیگه، این واضحه و در موردش صحبت کردیم که ید دست فیزیکی نیست، واضحه که قدرت منظور. خب آیا حصر میشه فهمید؟ توی این آیه شاید بشه فهمید. باز تکرار میکنم، هر جایی که چیزی مقدم شده باشه حتما معنای حصر ممکنه نداشته باشه. شاید بعضی جاها توجه بیشتر، تأکید بیشتر، شاید قصر تأکید زیاده که حالا اونها به مناسبت خودش بعداً مثالها رو توضیح میدیم. پس اینجا بیدهی یا تأکیده، یا اگر کسی خواست بگه حصر، ما میپذیریم، اشکالی نداره. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ملکوت مبالغه در ملک. خوب دقت کنید در مورد لفظ ملکوت یه نکته رو عرض کنم. ملکوت، اول از همه باید اینو تشخیص بدیم، گاهی وقتها بعضی از کلمات عربی نیست. وقتی عربی نیست دیگه ما نمیتونیم اون ساختار و تحلیل دقیق عربی و وزن عربی رو براش بیاریم و ازش معنا کشف کنیم. باید بریم تو همون زبان. و میدونید دیگه در قرآن گاهی وقتها حتی کلمات از فارسی هم گرفته شده.
این اصلش که قطعی است. حالا اینکه تعدادش چقدره و چه کلماتی است گاهی وقتا اختلافه. مثلا جناح خیلی ها معتقدن این همون کلمه گناه فارسی است، رفته در عربی شده جناح. و بعضی از کلمات دیگه از زبان عبری، بسیاری از کلمات از عبری اومده. کلماتی مثل، حالا عبری که میگیم ممکنه منظور عبری باشه، ممکنه زبان اینا همه زیر شاخه‌های اون زبان‌های سامی دیگه، زبان آرامی و غیره باشه. مثلا کلماتی مثل اسرائیل، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اینها همه کلمات غیر عربی است که حالا در قرآن وارد شده، معرب شده، یعنی وارد کلام عربی شده. ملکوت، ملائکه، اینها برخی معتقدن مثل علامه مصطفوی در کتاب التحقیق، شون معتقده که اینها عبری هستن، عربی نیستن. به هر حال اگر هم کسی منتقد شد که عربی است باید وزنش رو توضیح بده که خب یه مقداری بعضی از جاها ممکنه به چالش بخوره و البته این بحث دیگه مفصله در زمان خودش و جایگاه خودش برای اهل لغت. اما اونی که مشخصه و قطعی است، ملکوت مبالغه در ملک است، یعنی ملک همه چیز، قدرت همه چیز، تسلط همه چیز به دست خداست. به یدهی ملکوت و کل شی، مثلا جبروت که از جبر میاد. خب و مثال های دیگه. ملکوت مبالغه در ملک، در تسلط و چیرگی. خب حالا مبالغه در تسلط یعنی چی؟ یعنی خیلی تسلط. خب خیلی تسلط با یکم تسلط یعنی چی؟ مثلا یکم تسلط یعنی که خدا تسلط داره گاهی وقتا دستش در میره، مثلا میگه ای مثلا بنده های ناغلا اینجا رو من میخواستم محکم شما رو بگیرم، یا مثلا فلان سیاره و فلان منظومه در قدرت تسلط خداست، ولی بدون مبالغه یعنی که گاهی وقتا مثلا یک سیاره سرعتش زیاد میشه از تحت قدرت الهی خارج میشه، خدا به فرشته‌هاش میگه مثلا برید اون بیارید دوباره زیر نظر خودمون باشه. اینطوره؟ قطعا بدون مبالغه همچین معنایی نداره. ملک الهی لله ملک السماوات و الارض تمام و کمال است. پس اون مبالغه چی رو میخواد بگه؟ شاید اون مبالغه میخواد صفات اضافی تری، مثلا ملک و پادشاهی همراه عظمت، در عین اون ملک عظمت رو هم میخواد به چشم من و شما بیاره. یا مثلا در عین اون تسلط و چیرگی اون امتداد این تسلط و چیرگی رو هم که مثلا گسترش اون هست، توسعه اون هست، اینا رو میخواد به رخ ما بکشن. میتونه معنای مبالغه اینطور باشه. به یدهی ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. و الیه ترجعون آخرین عبارت این سوره است و نکته لطیفش شاید این باشه، اگر شما به چندین آیه قبل نگاه کنید همه رفت تو فضای غایب، اصلا داره با کسی دیگه صحبت میکنه. الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم انما امره. یعنی اینطور بود، فقط یکی دو جا همینطوری مخاطب قرار میده، اما آخرین آیه و آخرین عبارت و الیه ترجعون و به سوی او بازگردانده میشوید. مجهول هم هست، در مورد مجهول بودن هم قبلا توضیح دادیم. با این ساختار آیه و سوره یاسین تمام می شود که و الیه ترجعون و به سوی او برگردانده می شوید، بازگردانده می شوید. این هم از آیات مبارکه سوره یاسین و توفیقی که الحمدلله رب العالمین این چندین جلسه 26 جلسه داشتیم و تقریبا 26 جلسه حدوداً 30 دقیقه‌ای 35 دقیقه‌ای ما توفیق پیدا کردیم در مورد سوره یاسین گفتگو کنیم. خیلی از نکات موند و خیلی از نکات رو حتی ممکنه من اصلا حواسم نبوده و بگم، ولی اون مقداری هم که قصد داشتیم بگیم بخش حالا بگیم تقریبا بخش زیادیش هی فاکتور گرفته شد و حذف شد، چون هدفمون این بود که انشالله بتونیم به پایان ماه رمضان برسونیم.
خب انشالله توفیقی باشه که بتونیم سوره های دیگه و آیات دیگه رو هم بررسی کنیم. برای جلسه فردا و آخرین جلسمون این نکته رو بگم، شاید بعضی ها اول جلسه که تشریف نداشتن این رو نشنیدن. ما قرار شد فردا آخرین جلسمون باشه و جمع‌بندی. سوره یاسین رو از اول تا آخر میخوایم حالا دیگه دسته‌بندی کنیم به صورت نموداری شبکه‌ای، ببینیم این سوره از کجا شروع شده تا کجا میاد، چند سیاقه، ارتباط بین این سیاق‌ها چیست و یک فضای تدبری انشالله فردا خواهیم داشت به لطف خدا و به توفیق الهی. نکته‌ای که هست تا قبل از عید فطر دوستان فرصت دارن اگر جزوه‌ای نوشتن، یادداشتی نوشتن برای ما بفرستن. ایشالله به بهترینش یه جایزه تقدیم خواهد شد و در کانال اعلام میکنیم. تو همین فضای مجازی در تلگرام یا در بله برای من بفرستید. فقط نکته که هست اینه که اگر خواستید بفرستید به صورت یک فایل بفرستید. عکس‌های مختلف اگر گرفتید با کم اسکنر یا نرم افزارهای مشابه تبدیل به PDF کنید، بعدش به صورت یک فایل، یا اگر چندین عکس هست حالا از دیگران کمک بگیرید، چون واقعا هم حجم جلسات زیاد بوده، هم قطعا جزوه‌هایی که شما نوشتین طولانی هست. اونها رو توی یک فایل فشرده زیپ شده قرار بدید، اون یه دونه فایل رو بفرستید که هم شما هم من راحت تر بتونیم اون رو، هم شما بتونید راحت بفرستید هم من بتونم راحت دریافت کنم و بعد بررسی کنیم. به بهترین جزوه انشالله جایزه به عنوان یادگاری و تبرک تقدیم خواهد شد. انشالله موفق باشید، وقتتون بخیر باشه، دوستانتون رو برای جلسه فردا دعوت کنید. موفق باشید، التماس دعا، خدا نگهدار.